از این حدیث معلوم میشه که کسی نماز میخوانه مؤمن او کسی که نمیخوانه کافر است. از همون خاطر علما در این اختلاف داره. یک موضوع اجماعی است، یعنی کلگی اتفاق داره. اگر از فرضیت و وجوب نماز کسی منکر شوه و قطعا کافر است، هیچ کس در او اختلاف نداره، در این شک و شبهه نیست. پس اگر این حدیث حمل به این بکنیم هیچ کدام اشکال وارد نمیشه. کسی که راستی هم فرضیت وجوب نماز منکر شوه کافر است و این فرق در بین مؤمن و کافر هم شده میتونه. کافر از نماز منکر است و مؤمن نماز قبول داره. اما کسی که نماز میگذاره از روی تکاسلی و از روی غفلت، از روی ناراستی خود بی‌توجهی میکنه، سستی میکنه، اینطور آدم کافر گفتم میتونه میانه. مذهب صحابه کرام احمد ابن حنبل رحمه الله، ابن اسحاق، ابن مبارک رحمت الله علیهم قائل به است که اکثر محدثین گفته میشه که بله کسی که نماز ترک میکنه کافر است. در مقبره مسلمانان مردش دفن نمیشه، نکاحش نمیشه. امرای زن اگر زن داشته باشه زنش طلاق است و این آدم نه حجش میشه و نه کدام اموری دیگهش. بعد اونمون معامله قطعی کرده شوه مثل امرای یک کافر کدام معامله کرده بشه. این مسلک از یاست. دوم مسلک از امام شافعی و امام مالک رحمه الله است و میگن نه، این آدم کافر خو نمیشه، فاسق است، اما حدن قتل میشه. حد بری خود حد داره. کسی که نماز ترک میکنه باید قتل شوه. فرق در بین حد زنا و حد نمازی است. اونجا سنگسار میشه، اینجا قطع شمشیر باید کشته شوه یا قائل بایست. این دو مسلک. سوم مسلک از امام ابو حنیفه رحمه الله و بعضی دیگه علماست و قائل بایست که نه کافر نمیشه بلکه فاسق است، خو لیکن بندی شوه تا ای که یا توبه بکشه و یا است که اگر انکار کرد باز بعد از او قتل کرده شوه. در غیر از او باید ای در زندان انداخته شوه تا که بپذیره نمازه. هر کدام همی علما بری خود دلایل داره. کسایی که میگه که نه کافر نمیشه و از عمومات استدلال میکنه. مثلا در آیت قرآن کریم ان الله لا یغفر یشرک به و یغفر ما دون ذالک. ما دون ذالک ترک نماز هم است، الله متعال معاف میکنه. و همچنان احادیثی که ما شما قبلا خواندیم، من قال لا اله الا الله بگه دخل الجنه. اینی گپ و در حدیث هم آمده. در یک حدیث دیگه میایه پیامبر علیه الصلاه و السلام میفرمه که الله 5 وقت نماز است که فرض کرده، اگر کسی این را ادا کرد عهدی از او یا ذمه از او پیش الله متعال است. اگر نه که ادا نکرد ذمه الله از پیشش اوسو میشه. دل خوشی الله که او را عذاب میده و یا معاف میکنه. از این حدیث و دلیل میگیره کسی که پیامبر علیه السلام میگه که اگر نمازها را نخواند پس آل ذمه الله اوسو میشه، در اختیار الله یا در مشیت الله قرار میگیره که او را عذاب میده یا معاف میکنه. اگری کافر میشد قطعا معاف نمیکرد. از این عمومات یا استدلال میگیره که نه کافر نیست. اما قول اول که از عام محدثین است، قول از یا است که نه تارک صلات کافر است. دلایل چی داره؟ این حدیث دلیل پشت سری حدیث های دیگه که برای ما و شما میاد این کلش برای ما دلیل است. و همچنان کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث است لا یرون نمی دیدن یا عقیده نداشتن چیره یک ترک العمل ترک العمل کفر که یک عمل ترک بکنی را کفر بگویه، غیر از صلات، غیر از چی؟ نماز. ترک نماز صحابه عقیده داشتن که کفر است. در این مورد دیگه اونجا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله و یقیموا الصلاه. اونجا اقامت نماز قتی لا اله الا الله ذکر شده. در آیت قرآن کریم آمده که اگر فین آمنوا و اقاموا الصلاه، اگر ایمان آوردن و نماز قائم کردن باز بعد از او فخلوا سبیلهم آمده رایشان اعلا بکنه. این خودش دلیل بالای این گپ است که ترک نماز کفر است. البته دیگه اعمال طاعات مثل نماز واره نیست. نماز امرش خیلی شدید است او سخت است. از امو خاطر است که نماز به هیچ وجه ساقط نمیشه. اگر از کسی ساقط میشد میگه از اون مجاهدی که به خاطر دفاع دین قتل دشمن در صف وجود داره یک در شمشیر میزنه، دمو موقع بعد نماز از پیششی میشد
ساقط میشد. چرا؟ به خاطر که دفاع مجموعی دین و جهاد کرده است. اما از او آدم در محتر حالت هم نماز معاف نیست. به هر ترتیب امر نماز بسیار سخت است و دلیل ای را میگیره که پیامبر علیه السلام میگه کسی که نمازها را محافظت سری نمازها داره دیگه الله متعال چی در جنت داخل میکنه. اگر نیک محافظت نمیکنه امرای کی حشر میشه؟ امرای فرعون، هامان، امرای امیه ابن خلف، قطعی مردم نمرود، قطعی از یا حشر میشه. این صریح دلیل است. نظر به دلایل که آدم ببینه یقینا مسلک اول قوی است از نگاه دلایل. اطلاق کافر بالای همینطور تارک نماز شده. اما اینجا یک محاکمه میشه، یعنی دلایل اردو جانب جمع کو و بعد از او تطبیق ده بین دلایل هم بیار مسئله واضح شوه. وقتی که مجموعه دلایل را جمع بکنی در کدام جایی که پیامبر علیه السلام گفته که این کافر نمیشه، مراد از او یک نماز و دو نماز است. یک نماز و چی است؟ دو نماز است که از پیشش باقی میمانه. و در جایی که پیامبر علیه السلام میگه که نه، مثل که این حدیث است که فارق در بین کی شرک و کفر و در بین مسلمان چیز ترک نماز. این در صورتی است که هیچ نماز نمیخوانه، در عمر نماز نخوانده، اینی آدم کافر است. آلی دیگر جمع در بین دلایل هم و مسئله خوب واضح شد. پس معلوم شد که تارک الصلات دو قسم است. یکی که از سر نماز نخوانده و نمیخوانم که با تأسف امروز در وطن ما و شما خیلی زیاد است. خود تعجب دریست که نه پدرش رو از خانه کشید، نه مادر تعلقی خود قطع کرد، نه برادر قطعش تعلقی خود قطع کرد و نه زن گفت که من قطع تو دیگر نه نکاح خطا نشده، تو مرتد هستی، یعنی که اگر اول از عقیده نداشتی هیچ کافر بودی، نکاحم نشده. کس نمیگه. میبینه زن شوهری خدا میبینه شراب حلال میدانه، نعوذ بالله، میخوره، میبینه بچوش میسر زنا را حلال میدانه، میکنه، نماز نمیخونه، روزه را میخوره، بازم همراهش زن است. تو در روز قیامت به الله چی جواب میگی؟ آیا شوهر دیگه پیدا نمیشد؟ چرا توی زندگی را ادامه میدی؟ و همچنان شوهر زن خود دیده که نعوذ بالله الله اکبر نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، باز زنش هسته. در اونجا خود زن بیچاره را دیگر نداشت، عرف و عادت و رواجای مردم یک کمی او را چی کرده بود؟ محاصره کرده بود که حالی چطور از این قطع تعلقه بکنم. اما مرد خوب اختیار داره، طلاق داده میتونه، چی دیگه ای را نگاه کرده ای؟ لیکن افسوس است در این وطن کسی که قرآن و حدیث نخوانده باشه از چی معلومات داره؟ مردم از این جمعه در روسیه قطع زن روسی نکاح میکنه، در فرانسه قطع زن فرانسوی بدون اینکه که اسلام آورده باشه نکاح میکنه. از این طور مردم نعوذ بالله اگر تو نکاح بکنی حلال بدانی خود کافر هستی. چرا چیزی حرام حلال دانستن چیز نه؟ کفر است.